درود و نیکبختی. سلام بر همه عزیزانی که این ویدیو رو تماشا میکنن. ایرانیان عزیز، هر جای کره آبی خاکی که هستید تندرست باشید، سالم باشید و امیدوار. امروز میخوام درباره یک رابطه صحبت کنم: نفت و ناسیونالیسم. ناسیونالیسم یه موضوع معنوی است، تو دنیای معنایی است، تو جهان اجتماعی ماست. نفت یه ماده بدبو سیاه متعفن بوی گوگرد میده. اگر همین الان به شما بگذارن هیچ واکنشی بهش نشون نمیدی. چگونه است که نفت میتونه یک رابطه با ناسیونالیسم ارتباط داشته باشه؟ ناسیونالیسم در یک حد معنایی متوسط ملیگرایی. در واقع اگر اعتقاد داشته باشیم نفت چه در مصرف، وقتی که در صنایع تبدیلی به محصولات دیگه تبدیل میشن و مصرف میشن و یا درآمدش وارد اقتصاد میشه، به جامعه، سیاست و فرهنگ اصابت میکنه و تأثیراتش رو به خصوص در کشورهای تولید کننده نفتی، یعنی صاحبان نفتی، میبینیم، متوجه میشیم که نفت یه تأثیرات چند وجهی در بخش‌های مختلف جامعه داره. حالا در 1908 که نفت کشف میشه و بعد 1912 اولین محموله نفتی ایران صادر میشه از پالایشگاه آبادان، آیا نفت، درآمد نفتی و یا وقایع نفتی بر ناسیونالیسم ایرانی مؤثر بودن؟ و آیا اصلا ناسیونالیسم ایرانی فقط تحت تاثیر نفت و دعواهای نفتی فراز گرفت، تشدید شد؟ در واقع ایرانیان نه تحت تاثیر قرارداد وستفالی که در اروپا قرن 17 به وجود اومد و دولت ملت ها شکل گرفتن، معنایی نسبتاً قوی از روح ملی، از روح ایرانی تو شاهنامه میتونی پیداش بکنی. در دولت هخامنشی، در یک پارچگی سرزمینی، در یک پارچگی بوروکراسی ساسانی میتونید شما بهش چشم داشته باشید. در واقع این روح ملیه بوده و از چند کشورم ایران به وجود نیامده. ناسیونالیسم ایرانی با وحدت اقوام در زمان دیایکو به وجود اومد که همه خواهان ایجاد یک دولت بودن. این وحدت هم میکانیکی نبوده، یک وحدت ارگانیک بوده. همه با هم ارتباط داشتن و میخواستند که یک دولت به وجود بیاد. چند تا خاک به هم وصل نشدن. و ادبیات هم که نگاه کنید، شاهنامه خوانی، خیام خوانی، حافظ خوانی، مولوی خوانی، این اندیشه ایرانی و این مؤلفه های فرهنگ ایرانی رو شما در بخش های مختلف قبل از اینکه قاجار به وجود بیاد وجود داشته. اما در دوره قاجار تحت تاثیر هم اروپا و هم وقایعی که در قفقاز صورت میگیره و هم ورودی که از هند و پاکستان داریم، در واقع مدرنیته با شکل سکولار و ناسیونالیسم وارد افکار عمومی میشه. خب جنبش مشروطه یکی از وقایعی است که شما میتونید بهش نگاه بکنید به عنوان اینکه ناسیونالیسم داره خودش رو نشون میده. در مقابل چی؟ و ایجاد یک دولت متمرکز در مقابل سیستم تیولداری و امتیازی و یه نوعی از ملوک و طوایفی، نوعی از پخش و پلا بودن اقتصاد و سیاست و جامعه. هر شاهزاده یک ولایت رو گرفته بود. این مشروطه میخواد یک دولت مدرن که دیده در زمانه خودش و ایجاد حقوق شهروندی به وجود بیاد. خب خلق نمیشه. از 1285 تا سرنگونی سلسله قاجار این محقق نمیشه دولت ملت به این شکل که جنبه مادی و تجسد سیاسی اجتماعی داشته باشه، یه دیوان سالاری به وجود بیاد، یه ارتش مدرن، یه ارتش متحد، به هر صورت بوروکراسی کاملا سانترالیزه.
اون چیزی که در دولت بعد از قاجار، یعنی در پهلوی اول به وجود اومد رو بایستی نگاه کرد. دو حادثه به وجود میاد. یک، نفرتی که ایرانی‌ها نسبت به انگلیسی‌ها پیدا کردن در موضوع نفت، این نوعی غیریت سازیه، دیگری سازیه که منجر به ناسیونالیسم و روح ملی میشه، وحدت نظر پیدا میکنن نسبت به یک دولت بیگانه، که دولت پهلوی اول هم تا حدودی از این استفاده کرد. و ضمن اینکه یه اتفاق دیگه هم میفته، درآمدهای نفتی میره توی یک حساب ذخیره ای از 1306 1307 برای تشکیل یک ارتش سراسری. اون ارتش سراسری تقریباً موجب میشه که یک ارتش قدرتمند به وجود بیاد و فرنگستان زبان فارسی از همین سرلشکرها و فرماندهان ارتش به وجود میاد و همین اداره معارف که میان افکار سازمان پرورش افکار رو خلق میکنن تو دوره 1304 تا 1320 یعنی پهلوی اول، با گفتمان ملیگرایی و باستانگرایی و یه نگاه سکولار، نسبتاً سکولار به قوانین و مقررات پیدا میشه. یعنی این پول نفت هم توی تشکیل این دولت مدرن دیده میشه و هم تعارضاتی که دولت ایران در تخاصم با شرکت نفت انگلو پرشیا و بعداً انگلیس ایران خلق میکنه تأثیر داره توی ایجاد این روح ملی. اما بعدش چی؟ بعد از 1320 یک فوران، یک خروشان علیه قرارداد نفت میبینیم که هم چپ‌ها و هم ملیون و هم اسلامگراها بر اون فشار دارن میذارن که به هر صورت ممکن این قرارداد یا اصلاح بشه یا منقطع بشه، که اوجش میشه نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران. در واقع این ناسیونالیسم که خود دولت پهلوی شروعش کرده بود با گفتمان خودش، نفت بهش یه شوک وارد میکنه. مسئله نفت منظورمه در دو بخش، هم درآمد هم سیاست ورزی. تو بعد از 1320 تا 1333 که نهضت ملی شدن صنعت نفتی، که اصلا تمام افکار عمومی ایران بر علیه انگلستانه، این نوعی ناسیونالیسم رو قدرت میده و موجب میشه که یک دولت بیاد بر سر کار به نام دولت ملی مصدق و جبهه ملی تأسیس میشه. و خب این دوره مصدق به مشکلاتی برمیخوره و ضعیف میشه. تو دوره کنسورسیوم چه اتفاقی میفته؟ تو دوره کنسورسیوم میبینیم که دوباره پهلوی دوم به سان پهلوی اول هم درآمد ملی رو با گفتمان ناسیونالیستی داره دنبال میکنه. نمونهش یا نشانش جشن‌های 2500 ساله، حزب رستاخیز، انقلاب سفید و امثال هم که با یک گفتمان ملیگرایی است. و از طرف دیگه مخالفان نظام سیاسی هم با موضوع نفت، یعنی اینکه دولت ایران وابسته به امپریالیسمه، دولت ایران داره نفت رو از بین میبره یا به نفع سرکوب استفاده میکنه، اونها یک اتحادی به وجود میارن مخالفین. این ورم دولت با نگاه ناسیونالیستی سکولار داره ارگانهای فکری خودش رو تقویت میبخشه. در واقع اینجا هم نفت مایه ایجاد یک بوروکراسی است، یه دولت مدرنه، یه قدرت ملی داره میده و مقبولیت میاره برای دولت، نوعی جاه طلبی های دولت رو افزونی میده و بهش جواب مثبت میده، و هم یه جایی که نیاز سیاسی مردم هست هم داره بهش جواب میده. مردم در ناسیونالیسم هم در عصر قاجار هم علیه روس هستن هم علیه انگلیس. توی این دوره به ویژه از 1324 1325 که قیام بزرگ اعتصاب بزرگ نفتی است تا 1357 تقریبا نفت مسئله است که ناسیونالیسم رو
با خودش درگیر کرده. بعد از اون چه اتفاقی میفته؟ بعد از اون انقلاب که میشه تمام قراردادها کن لم یکن تلقی میشه در دی 58 و در واقع نوعی خودکفایی ملی شعار اصلی میشه و اینکه ما میتوانیم و ما میتوانیم به جهان نفت صادر نکنیم. دوباره با یک غیریت دیگه، با یک مبارزه با یک دیگری جهانی ما باش مواجه هستیم با محوریت نفت. جیمی کارتر واردات نفت رو از ایران لغو میکنه، تحریم میکنه. بعد از اون هم شما میبینید نفت، درآمد نفتی که میاد به نفع جنگ کار بکنه، کشورهای دیگه بر سر نفت هستن که سعی میکنن که این درآمد نفتی رو کاهش بدن. 1986 عربستان با دامپینگی که انجام میده، کاهش درآمد، تولید بسیار زیاد نفت موجب میشه که نفت کاهش پیدا بکنه. در واقع میخوام بگم بعد از اونم شبکه گاز خانگی برای مقبولیت بخشی دولته، یعنی سعی میکنن که نوعی روح ملی از نفت رو مستفاد کنن، استخراج کنن، مقبولیت رو به نفع دولت استخراج بکنن و ارزانی فرآورده‌های نفتی که شما شاهدش بودید در دهه‌های گذشته، نه الان که الان دربارش میخوام یک موضوع رو بگم، در واقع نفت موجب هم تقویت شده هم تشدید. تقویت وفاداری به دولت و مقبولیت برای دولت از درآمدش و البته این این اصطلاح ناسیونالیسم نفتی تا حدی خدشه برش وارد. نفت مؤثره، ولی این که ما بگیم ناسیونالیسم نفتی به نوعی داریم یه بزککاری یا یه برداشت کاریکاتوری از ناسیونالیسم ایرانی میکنیم که یک قدمت بسیار طولانی داره و مؤلفه‌های قدرتمندی داره. ایران سوریه و لیبی و نمیدونم کشورهای جدید و تأسیس بعد از مثل عراق و اینا نیست، یا کویت و اینا که تازه شکل و شمایل به خودشون گرفتن. اما وضعیت فعلی چگونه است؟ وضعیت فعلی بحرانزاست. چرا؟ به همین خاطر من این مسئله رو مطرح کردم و بهش دارم میپردازم. شما هم با من همفکری داشته باشید و اگر ایمیل من و یا اکانت من رو پیدا کردید نقد و نظرتون رو بگید که یک مسئله ناترازی های نفتی گازی آیا نوعی از ناسیونالیسم ایرانی رو کاهش میده؟ ناسیونالیسمی که دولت اسلامی با بهره‌گیری از اسلام تونست با ملیگرایی ادغامش کنه و ازش در کارهای سیاسی خودش استفاده کنه. آیا این شکست های دولت در این چند ساله اخیر در بخش گاز و نفت موجب این نشده که اون مقبولیت و اون قدرت دولت کاهش پیدا کنه، نوعی وارفتگی به وجود بیاد و این وارفتگی موجب بشه که ناسیونالیسم ایرانی کاهش پیدا بکنه؟ البته میدونم حتما جواب خواهید داد که در بخش‌های دیگر جامعه که مدرن هستند، سکولار هستند، به ناسیونالیسم ایرانی وفادار هستند و این ناسیونالیسم در یه بخش‌های دیگر جامعه پرقدرت‌تر با منشأ دیگر داره حرکت میکنه. اما با همه این تفاصیل آیا این مسئله رو شما میبینید؟ دوم آیا اگر فردا میادین مشترک و یا مخازن زیر زمینی رو به بخش خصوصی واگذار کردن و اون اصلی که در قانون اساسی اومده که انفاله و هیچ کس دیگه نمیتونه بهش دسترسی پیدا کنه، یا اون یکی که در چیز هست، در قانون نفت هست که هیچ سرمایه گذار خارجی نمیتونه بیاد بهره برداری کنه، حالا چه شرکت داخلی چه شرکت خارجی، اگر نفت رو از چی میگن ملک تلق دولت بگیرن، آیا بحران اجتماعی و منتهی به وارفتگی ناسیونالیسم ایرانی رو خلق میکنه یا نه؟ در واقع این کلیپ طرح سوال بود، طرح گفتگو بود که فکر شما رو تحریک کنم
و بهش فکر بکنید. تا دیداری بعد، بدرود.